جمله سازی با گرامر. آنها در مدرسه انگلیسی میخوانند. اول باید ببینیم زمان جملمون چی هست. به دلیل اینکه مدرسه رفتن روتین زندگیه و عضوی از عادت هاست و ما هر روز صبح مدرسه میریم و درس میخونیم، پس بنابراین فعل جملمون زمان حال ساده هستش. آنها که میشه they، درس خواندن، انگلیسی خواندن میشه study English و چون فاعلمون they هست فعل به صورت ساده ترین حالت قرار میگیره. پس شد they study English در مدرسه at school. توی کانال اصلی بهت گرامر این جملات رو آموزش میدم. کانال اصلی رو دنبال کن. اگر تمایل دارین با لانگ ویدیو گرامر رو یاد بگیرین، روی لوگو پایین سمت چپ میزنید، وارد کانال میشید، تب هوم رو میزنید، کانال اصلی لوگو زرد داره، اون رو سابسکرایب میکنید.